Human Rights Watch обеспокоена судьбой и задержанием мирного активиста Мирзарахима Кузова. Human Rights Watch در رابطه با سرنوشت میرزارحیم کوزوف یک فعال سیاسی اظهار نگرانی می‌کند. کوزوف در محله ترانزیتی فرودگاه بود که بازداشت شد. او بعد شرکت در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر وارشاوا به افین آمد و می‌خواست به شهر دیگر سفرش را ادامه دهد. او را با درخواست مقامات تاجیکستان از روی به اصطلاح هشدار سرخ اینترپل روز 9 اکتبر بازداشت کردند. بعد این او به زندان شهرک کوریدالوس انتقال یافت که در کنار شهر افین جاگیر می باشد. 6 روز است که وی در آن زندان است. Human Rights Watch از سرنوشت کوزوف نگران است. کوزوف یک فعال صلحجوی است. عجیب این که او بعد اشتراک در کنفرانس حقوق بشر بازداشت شد. قضیه او با پرونده های دیگر فعالان تاجیک مانند است که ساخته‌کاری شده به اینترپل تقدیم گردیده است. او صاحب یک وکیل دفاع است ولی ما نمی‌دانیم که آیا آنها واخورده توانستند یا نه. او را مثل دیگر فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از روی ماده 307 کادکس جنایی تاجیکستان یعنی برای فعالیت‌های اکستریمیستی گناهکار می‌کنند. Статьи, которые предъявили ему в Душанбе, очень похожи на те статьи, которые были предъявлены другим активистам ПИФТа.